این آرزوی درینه من بود و این رو من در دل میپروریدم که من باید قهرمان جهان شوم. در اویله ما که دو ورزشگر بودن، پدرم ناصر خسرو و عمکم حامد خسرو، آنها استاد اتحاد شوروی بودند و آنها میخواستند که اول خودشون چمپیون جهان شوند. از سببی که نتونستن یعنی چمپیون جهان شدن و فقط با من میگفتن که کوشش نمو تا اینکه همون قله بلندترین یعنی چمپیون جهان شدن است با او صاحب شد. و چندین سال یعنی بویم دادم و من دل شکسته نشدم. پدرم سال 2017 که من در چمپیونات جهان زینه پنجم رو کسب کردم و گفت که بس کن دیگر، یعنی دیگر ما را غم نده، ما هم از دست تو کسلی شدیم و من با پدرم میگفتم که من باید چمپیون جهان شوم. این آرزوی من است. من میخواهم اگر اون سرپرست پیدا شود از نمود گوشی زودو هم اشتراک نمایم و راحت به بازی‌های المپیک گیرم. من یعنی در نقشه من این یک بار چمپیون جهان بس نیست. خدا را خیر من شکر میگویم که یک بارم چمپیون جهان شدم و کوشش می‌نمایم که در سال 2019 هم همین نتیجه که بود باز تکرار نمایم.